فرض کنیم که من به نزدت آمدم و چنین سوال کردم چه فرق میبینی بین رقم 6 و 9؟ شاید که جوابت چنین باشد: من اگر 6 داشته باشم 3 زیاد کنم 9 می شود و اگر 9 باشد 3 طرح میکنم. نه دوستم، من از حساب متمتیکی تو رو نمیپرسم. آن را گفتنی هستند که اگر رقم را از پیشش باشیم آن را 9 میبینیم و اگر آن را از خفایش باشیم 6 میبینیم. اکنون قصه کوتاه و عبرتناک را گوش کن. 2 نفر بودند که با همدیگر می جنگیدند و هر دو مقابل یکدیگر ایستاده بودند و بین آنها رقم 9 بود. لیکن یکی در پیش رقم بود که آن رقم را 9 می دید و می گفت به خدا قسم می خورم این رقم 9 است. و دیگری در قفای رقم بود و قسم می خورد به خدا یکتا قسم می خورم این رقم 6 است. و به همین طور به همدیگر می جنگیدند. حل این جنگ در چیست؟ حل در آن است که باید یکی به طرف دیگر بیاید، از دستش بگیرد و بگوید به طرف من بیا، به آن رقم نگاه کن، رقم 9 است یا رقم 6. وقتی می بیند آن رقم از جهت یکی 9 است و می گوید از جهت من این رقم 6 می تافته است. از این قصه می توانیم عبرت گرفت که وقتی که به هر طرفی که ما رفتیم یک رقم می بینیم، یک صورت، یک شکل، یک عیب می بینیم. بهتر است که در این طرف شیشتگی هستی، عیب دیگر کس را از آن طرف نگیری، زیرا که در صورت خودت که خودت را می بینی می گویی من بهترین شخصیت هستم. وقتی که در آن طرف من تو را می بینم می گویم که تو بدترین شخص هستی. به همین خاطر دوستان عزیز از چند جهت دیده بعد یک خلاصه برآورید.